سلام بیننده عزیزی اخباری آزادی. من مومن احمدی با همکارانم از تاجیکستان شما را همراهی میکنم. امروز 4 مارس است و در برنامه این گزارش را داریم. دونالد ترامپ فرمان داده است که کمک‌های نظامی به اوکراین را برای مدت قطع کنند. سیاستمداران اوکراین به تشویش و اضطراب افتادند. در مرز قزاقستان ده‌ها مهاجر تاجیک درماندند. آنها را بر روسیه راه نمی‌دهند و سببش را هم نمی‌گویند. یکی از رمزهای زیبا و قدیمی دوشنبه را از بین می‌برند. چایخانه راحت را که در دل پایتخت بود ویران می‌کنند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با امضای فرمان کمک نظامی به اوکراین را بازداشته است. هفته گذشته میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در کاخ سفید بحثی تند سر زد. پرزیدنت آمریکا گفت زلنسکی نیت صلح ندارد. در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفتند که تا زلنسکی به صلح راضی نشود آمریکا به اوکراین کمک نمی کند. گزارش از همکارم کیومرث عطا. پس از بحث دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در روز 28 فوریه در کاخ سفید، کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین بازداشته شد. یک منصبدار حکومت آمریکا به خبرگزاری رویترز با شرط ذکر نشدن نامش گفته است که پرزیدنت ترامپ برای رسیدن به صلح تلاش دارد و شریکان این کشور نیز برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. این مقامدار گفته است که کمک‌ها موقتاً بازداشته شدند و تحقیق می شود که آنها تا کجا راه حل مشکل هستند. مقامات آمریکایی درباره مهلت تنفس و حجم کمک‌هایی که به اوکراین نمی‌رسند جزئیات ندادند. بعضی از منصبداران اوکراین برقرار کردن مناسبت را با ایالات متحده مهم دانستند. مکالمه با آمریکا باید فوراً برقرار کرده شود، زیرا قطع مکالمه به معنای وسیعش به فایده پوتین است. این تصمیم را نشانی از بزرگتر شدن اختلاف میان اوکراین و آمریکا می‌دانند. این در حالی است که ترامپ مناسبت آمریکا با روسیه و اوکراین را کاملا تغییر داده با مسکو دست دوستی دراز کرد. ترامپ در آخرین ملاقات با زلنسکی در کاخ سفید او را به ناسپاسی به مردم آمریکا متهم کرد. تو باید خیلی سپاسگزار باشی چون هیچ کارتی برنده نداری. با ما تو این را داری ولی به ما هیچ کارت نداری. از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین، کنگره ایالات متحده آمریکا 175 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی را به اوکراین تصدیق کرده است. حالا آن کمک‌های بازداشته شدند که در زمان مأموریت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا تصدیق شده در راه به اوکراین بودند. ترامپ هیچ کمک نوی به اوکراین را تصدیق نکرده است. ده‌ها مهاجر تاجیک در گذرگاه جیسن در مرز قزاقستان با روسیه درماندند. روز 4 مارس چند مهاجر تاجیک با ارسال نوار گفتند که 4 روز باز در شرایط سخت قرار دارند. یک تن از این مهاجران که نخواست نامش ذکر شود گفت مرزبانان قزاق با آنها گفتند که درخواست روسیه است که شهروندان تاجیکستان را راه ندهند. با گفته مهاجران تعداد درمانده ها از 100 نفر هم بیشتر است. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اکثر این مهاجران با اتوبوس و ماشین تلاش رفتن به روسیه را داشتند. معمولاً مهاجران با راه زمینی به روسیه می روند که پولی کمتر دارند و سفر با اتوبوس و ماشین را ارزانتر می دانند. در دوشنبه مقامات گفتند که چایخانه راحت یکی از بینای تاریخی در مرکز شهر را تخریب می کنند. چایخانه راحت در سال 1958 ساخته شده یکی از مکانهای دیدنی پایتخت به شمار می رود. شهرداری دوشنبه پیشتر اعلان کرده بود که راحت کهنه شده است و در جای آن بینای نو و زمانوی می سازند. فرهنگیان این عمل را تخریب تاریخ زنده دوشنبه نامیده بودند. همکاران ما امروز به دیدن راحت رفتند. آرتیق قادر هنرپیشه ورزیده تئاتر لاهوتی را که سالهاست در پهلوی چایخانه راحت کار می کند تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و
تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر، همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمد جان واحدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن. تخریب چایخانه نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه‌های اجتماعی فعالان حتی یک فراخوان راه اندازی نموده از حکومت خواستند تا این بینای تاریخی حفظ کرده شود. تخریب این بینای معروف دوشنبه روز 1 مارس آغاز شد و صدای واکنش فرهنگیان و ساکنان دوشنبه شنیده نشد. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان زمانی داغ شدن بحث تخریب آن گفته بود که در پس منظر بینای نوی حکومت تاجیکستان بودن این بینا موافق نیست. ما یک چایخانه دیگر سازیم با نام چایخانه راحت، با همین صنعت معماری، با همین نقش نگاری ملی، با همین اون چیزای عنصرهایی که در اینجا هست و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟ این مقامات دو ارژنگ تاریخی دیوارهای پیش بینا تخریب شدند. ستونهای کندکاری تالار کناری آن نیز سرنوشتی ناروشن دارند. سفر یک مسئول دیرکسیون ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان روز 4 مارس در محل تخریب بینا در یک صحبت بدون میکروفون برای آزادی گفت که حفظ کردن این ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است، ولی این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ساخته شود از روی عکس ها می شود این نگاره ها را از نو آنجا بنیاد کرد. با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط به ما مکانی نو دهید که در مرکز باشد. با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه می شود، ادامه فواره های پیش بینای حکومت تاجیکستان بنیاد می شود. اما ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب این چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون کرده است. این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضا وقت من همچون دوشنبگی اصیل شهر خود را نمیشناسم. شما ببینید چقدر زیبایی است. این همه کاری دستی بود. این را باید حفظ میکردند ولی آنها گرفتند و با دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش بسیاری از چهره‌های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. فرودگاه خوجند یکی از شهرهای سرروای تاجیکستان سال گذشته 10 میلیون سامانی ضرر اقتصادی دیده است. سبب هم به گفته رهبران فرودگاه حمله مدهیج و مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو بود که روزی مهاجران و شهروندان تاجیکستان را در روسیه سیاه کرد و تأثیر آن تا حال در بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان احساس می شود. همکارم فرزان محمدی گزارش می‌دهد. فرودگاه بین المللی شهر خوجند سال 2024 به سبب کم شدن سفر مهاجران به فدراسیون روسیه حدود 100 میلیون سامانه زیان دیده است. در این باره مسئولان آن در نشست خبری ماه فوریه به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. شماره مسافران خط‌سفرهای بین‌المللی در سال 2024 عموما از جانب همه شرکت‌ها 686516 نفر در سال 2023 باشد 944096 نفر را تشکیل می‌داد. این نشان دهنده 257580 نفر کم می‌باشد. مسئولان سبب را به حمله مرگبار ماه مارس سال 2024 در تالار کراکوس مسکو ارتباط دادند. در انجام این حمله مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را متهم کردند. سرشده با رئیسای ما کمتر شدن پروازان. کی را بگیریم سیبی را 74 تا داشت. امروز آمده در
11 تا بخوام زیادتر کنیم 16 تا شدن خرید کنیم باید 60 تا کم شدن خریم. کم شدن مسافران تاجیک به روسیه فایده فرودگاه همسایه کشورهای تاجیکستان را زیاد کرده است. همه авиакомпания می‌بیند کدام سمت پرواز کنند بسیارتر فایده می‌بیند. جای کم فایده را میموند طرف بسیار خراجاتی که میکنند مسکو تشکیل مسکو خوجند هم خراجات دارد اونجا 2 برابر زیاد فایده می‌بیند. فرودگاه خوجند قادر است در یک سال به 5 میلیون مسافر خدمت رساند ولی حالا از 10 یک حصه تواناییش را کار برده ایستاده است. همکنون مسئولان فرودگاه با شرکت‌های هواپیمایی روسی وارد گفتگو شده عزم دارند شمار خط‌سیرهای آن را زیاد گردانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان. مقامات تاجیکستان میگویند تعداد بیمارانی که برای پیوندسازی عضو یکی از گرانترین نوع جراحی در جهان به کشور میآیند زیادتر شده است. با قول آنها مراجعت به طبیبان تاجیک برای این جراحی نشان میدهد که طب تاجیک پیشرفت کرده است. با قول خود بیماران از بس که جراحی در تاجیکستان ارزانتر است برای همین به دوشنبه میآیند. رزقالدین قاسیموف ساکن شهر ترمیز جمهوری ازبکستان است که برای جراحی پیوندسازی جگر به شهر دوشنبه آمده است. حالا او تحت مراقبت پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان قرار دارد. به من طبیبان سمرقند، تاشکند و سرخندریا گفتند که به نزد میرغازیف می روید او جراحی می کند و خیلی هم ارزان. دانار رزقالدین اکرام صادقوف آماده است که پاره از جگر خود را برای نجات برادرزنش بدهد. من یزناش میشوم. ما شنیدیم که در اینجا جراحی خوبی پیوندسازی میکنند. نزدیکانمون در آنجا شنیدند که در اینجا خیلی ارزانتر از هندوستان جراحی پیوندسازی میکردند. ما پولی زیاد نداریم. نزدیکانمون پول جمع کردند. شنیدند که در اینجا دکتران خوب است. آنها توصیه دادند که در اینجا جراحی پیوندسازی کردند. وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش گفت سال گذشته در مرکزهای پیوندسازی در 298 نفر جراحی پیوندسازی انجام شده است که 30% آنها خارجیان بودند. اینجا یکی از تالارهای جراحی مرکز پیوندسازی عضو بافته‌های انسانی جمهوری تاجیکستان است. در تخت جراحی یکی از شهروندان خارجی خواب است که عملیات پیوندسازی گرده او از سوی متخصصان تاجیک ادامه دارد. شهروندان خارجی و تاجیکستان از کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، کشورهای آسیایی و حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز می‌آیند. سالهای اخیر طبیبان تاجیک نه تنها در داخل عملیات پیوندسازی شهروندان خارجی را انجام می‌دهند، همچنین برای پیوندسازی جگر و گرده به کشورهای خارجی نیز دعوت می‌شوند. در سالهای گذشته و این سال زیاده از 15-16 تا پیوندهای جگر در خارج از کشور با کمک طبیبای مرکز پیوندسازی با موفقیت گذرانده شد. حالا در تاجیکستان طبق قانونگذاری برای پیوندسازی تنها نزدیکان بیمار دانار شده می توانند و خلاص. برای دراز عمری عضوی که ما پیوند میکنیم این اگر خشتباری باشد یعنی که از جهت ژنتیکی به یکدیگر نزدیک باشند این نتیجه خوب میتیرند. ما باید تمام کوشش کنیم که عضو فروشی از بین عضو فروشی نباشد. در تاجیکستان در سطح قانونگذاری اجازه است که عضوهای انسان پس از لحظه مرگ مغزی برای پیوندسازی استفاده شوند، اما با دلیل حساسیت‌های اجتماعی و اعتقاد و باورهای مردمی هنوز این کار راه اندازی نشده است که مشکلی پیدا کردن عضو را به بار آورده است. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی .org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.